درود بر روی ماهت نازنینم، الهی که حال دلت خدایی باشه. توجه و انرژی تو امروز کجا خرج کردی؟ خداوند به همه انسانهایی که هر روز صبح رو کره زمین بیدار میشن به یک اندازه انرژی میده، ولی همه انسانها به یک میزان، به یک اندازه انرژیشون رو خرج نمیکنن. مثلا امروز صبح یکی از خواب بیدار شده، به محض اینکه از خواب بیدار شده هنوز یه چشش بسته یه چشش بازه، دستشو دراز میکنه گوشیشو برمیداره. در همون حالت خواب، حالت آلفا، حالتی که مغز ما هنوز خاموشه، ما میتونیم آرزوهامون رو تصور کنیم، انرژی خیلی زیادی داره، برای کارهای خوب استفاده میکنیم، میاد گوشیشو برمیداره، خبرهای گوشیشو چک میکنه، پیاماشو چک میکنه، اینستا رو چک میکنه، میره تو اینترنت خبرهای شهرش و کشورش رو چک میکنه. اول صبح این مغزش که خاموش ساکته پر از خبر میکنه، با همون حال بیحالی بلند میشه، بیحال، بی انرژی. باز امروز باید برم سر کار، امروز باز ماشین رو باید برم از تعمیرگاه بگیرم، پولش رو از کجا بدم، اینو چی کار کنم. با همین انرژی پا میشه روزش رو شروع میکنه، چندین ساعت روزش رو تو فضای مجازی، تو اینترنت، تو اینستا الکی میگذرونه، برای تفریح، برای سرگرمی بیهوده میگذرونه. خودشو با دیگران مرتب مقایسه میکنه، فلانی خونش اینه، فلانی ماشینش رو عوض کرد، فلانی درآمدش اینه، فلانی مسافرت رفت من نرفتم. تو حق نداری خودتو با کسی مقایسه کنی که فقط دست و پاها شبیه تویه. تو دنیای درون اونو نمیبینی، تو درون اونو هیچ موقع ندیدی و نمیبینی. چطوری دنیای درون اونو که ندیدی با بیرون زندگی خودت مقایسه میکنی؟ اون دنیای درون زمین تا آسمون با دنیای درون تو فرق داره. تو فقط حق داری خودتو با دیروز خودت مقایسه کنی، نه هیچ چیز دیگه ای. در طول روز حسادت داره، کینه داره، قضاوت داره، عقده، کینه، ناراحتی، دروغ، اینا همه رو توی قلب نازنینش که جایگاه عشق خداونده این همه بدی و تنفر رو جا میده. بعد این هر ثانیه، هر لحظه داره از انرژی که اول صبح گرفته هی داره میده میره، هی داره میده، انرژیت هی داره کم میشه، هی داره میره. فکر کن هی پولاتو داری میدی میره، این کارا رو که انجام میدی فکر کن هی پولاتو داری میدی و میره، میدی و میره. بعد آخر شب هیچ پولی که برات نمونده، هیچ یک چیزی هم بدهکار شدی، یک چیزی هم اضافه تر از انرژی که گرفتی دادی رفته. بعد میگه چرا دخلم با خرجم نمیخونه، چرا حقوقم به چند روز اول تموم میشه به ماه نمیرسه، چرا وضع من اینه. انرژی مهمترین چیزیه که ما در طول روز باید انرژیمون رو حفظ کنیم. ما باید خسیس باشیم تو نگه داشتن انرژیمون، تو زمانمون، که زمانمون و فرصتمون و وقتمون رو کجا خرج میکنیم، این انرژی که اول صبح گذاشتیم کجا دادیم رفته. احساس گناه، وقتی یه اشتباهی انجام دادی تموم شده رفته، حق نداری خودتو داری سرزنش میکنی، یعنی انرژی تو دادی رفته. خودتو سرزنش میکنی، حالت بد میشه، احساس گناه میگیری، مرتب فکر درگیره، این هی انرژیت داره کم میشه، انرژیت داره میره. یه اشتباهی انجام دادی، تجربه کردی، یاد گرفتی، اگه خیلی بده دیگه سعی کن تکرارش نکنی. سرزنش نداره، احساس گناه نداره، که تموم شده رفته دیگه. خاطرات تلخ گذشته رو مرور میکنه در طول روز، نقاط ضعف خودش رو مرتب مرور میکنه. هر کسی هم نقاط ضعف داره هم نقاط قوت داره، در طول روز نقاط ضعف خودش رو مرتب مرور میکنه، همون نقاط ضعف تی بیشتر میشن. ولی یکی دیگه صبح به محض اینکه از خواب بیدار میشه، اول خدایا شکرت امروزم من زمان دارم زندگی رو تجربه کنم، امروزم منو دعوت کردی به این دنیا، به این زندگی، امروزم من هستم، خدایا شکرت. چشام باز شد، با حال خوب پا میشه، آخ جون امروزم پاشم برم دوباره زندگی رو تجربه کنم. به محض اینکه بیدار میشه چند تا تنفس عمیق و جوندار به خودش هدیه میده، نفسای عمیق، جانانه، بزرگ، وسیع به خودش هدیه میده، آرامش رو به خودش هدیه میده. میره سرویس جلو آینه، عکس خودش رو میبینه، لذت میبره، به 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 به، چه تصویری، چه ابروهایی، چه چشمایی، چه صورتی، جمله های عشقولانه با عشق به خودش هدیه میده، احترام میذاره. به به امروز برم که
کار و زندگیمو درست کنم. این جمله ها رو به خودش هدیه میده. شکرگزاری کلامی، نوشتاری، دلی، با احساس حس میکنه اون شکرگزاری رو. خدای شکرت برای همین صبحانه‌ای که من دارم، خدای شکرت برای همین لباسی که تنمه، خدای شکرت این بدن سالمی که دارم. این بدن یک ماشین سوپر هوشمنده که در اختیار ما قرار گرفته شده. ما طرز استفاده از این بدن رو یاد نداریم، به ما یاد ندادن. ما همینی که هستیم ثروتمندیم، قدرتمندیم، ارزشمندیم، گرانبهاییم. خب بعد یکی دیگه که بیدار میشه این کارا رو انجام میده، انرژیش هی بیشتر میشه، میشینه چند دقیقه مراقبه میکنه، فکر نمیکنه. با هر فکری که داری میکنی یک دونه انرژی داره میره. ولی کسی که صبحشو با عشق، با شوق‌گذاریش، با تنفس شروع میکنه، حواسش به این ذهن هست، به این فکرم هست، فکرای مثبت میکنه، فکرای خوب میکنه، چیزایی که دوست داره در طول روز تو خونش، تو محیط کارش، تو زندگیش براش اتفاق بیفته، اونا رو تصویر سازی میکنه. من امروز دوست دارم سر کارم اینجوری بشه، امروز دوست دارم تو خونم این اتفاق بیفته. اینا رو با خودش تمرین و تکرار میکنه. خاطرات شیرین گذشته رو با خودش مرور میکنه، خاطراتی که خیلی خوب بودن، خیلی خوشحال بودن و مرتب با خودش مرور میکنه و بر اساس قانون جهان هستی همون خاطرات شیرین هی بیشتر براش تکرار میشه. نقاط قوت خودش رو مرور میکنه، تمرکز و توجه میکنه روی یک دونه نقطه قوتی که داره، همون رو زیاد میکنه. بر هر چی مرور میکنی بیشتر میشه. پس به این خوبیای خودتون و مثبت‌های خودتون و خاطرات شیرین زندگیتون رو مرور کنین. تلخ‌ها رو فراموش کنین تا کم بشه. در طول روز کسی که مثلا انرژیش زیاد میشه، در طول روز یک وقتی برای آموزش خودش میذاره. ماها آموزش ندیدیم، آگاهی یاد نداریم، هنر زندگی کردن یاد نداریم. وقتی من میام 1 ساعت برای خودم زمان میذارم، آموزش میبینم، چیزی یاد میگیرم، جهان هستی میبینه من برای خودم ارزش قائل شدم، احترام میذارم، بعد چیزهای مثبت بیشتری برای من میفرسته. در طول روز زمان میذاره، یک مهارتی چیزی یاد میگه، یک مهارتی که دوست داره، عشق داره، علاقه داره یاد میگیره. این کارا رو که انجام میدی انرژیت هی زیاد میشه. امروز زیاد میشه، فردا زیاد میشه، پس فردا زیاد میشه، بعد انرژی به مرور زیاد میشه و بیشتر میشه. انرژی مهمترین چیزیه که ما تو زندگیمون باید حواسمون بهش باشه. اگه انرژی داشتی، پول داری، ثروت داری، سلامتی داری، آرامش داری، روابط خوب داری، هر چی که بخوای باید انرژی تو جمع کنی، انرژی داشته باشی تا از انرژی به اون چیزه برسیم. پایه‌ای با هم یه تنفس عمیق انجام بدیم. دم از بینی، مکس کوتاه، بازدم از دهان آروم و آهسته. دم از بینی، نفس رو نگه دار، بازدم آروم و آهسته.